با پادکست مکالمه با واهب خوش آمدید. صالحه واهب واصل هستم. شاعر، نویسنده، نقاش، کمپوزیتور، تصنیف ساز و دیجیتال دیزاینر افغان با رسالت این که از طریق شعر و هنرم سبب گسترش دامنه صدای درونی زنان افغانستان گردم. هموطنان عزیز و گرامی، چه در داخل افغانستان و چه در خارج افغانستان، خواستم که یک مژده بسیار خوب بر شما بتم و او ایست که در تاریخ 11 مارچ 2023 جناب غوث الدین میر که سرپرست یا رئیس کانون فرهنگی افغانها در اتریش است، با همت بالایی که دارن و همچنان نکترمانه که صاحب امتیاز فصلنامه بانو هستند. شما با نامشان و با کارهایشان آشنا هستید. اینا با همت بالایی که دارن یک کنفرانس بسیار بزرگی را در وین در تاریخ 11 مارچ 2023 براه انداختن که البته از سراسر جهان تقریبا و از تمام اروپا خانم ها و آقایانی که به خاطر زنان افغانستان و به خاطر شرایط سیاسی فعلی افغانستان که حکومت بر سر اقتدار افغانستان فعلا در حق زنا روا دیدن و اوضاع سیاسی بسیار در حالت تشنج قرار داره، به خاطر صدا بلند کردن خواستن که این کنفرانس راه بیندازن. ما برشان از طرف خودم، من حیث یک زن افغان و من حیث یک فعال حقوق زن برشان تبریک میگم و ازشان تشکر میکنم به ویژگی از تمام خانم ها که همیشه برای زنای افغانستان اینا کارهای بسیار خوب را انجام دادن و همین خود مجله بانوره که فعلا ما شما همگی با نامش و با خود تمام مطالبش و محتوایش آشنایی داریم. اینا هم به همت آقای میر راه انداخته شده تقریبا 23 سال قبل که تا امروز به بسیار خوبی مشترکین بسیار زیاده داره. یعنی تمام کارهایی که کردن، فعالیتایی که کردن برای خانم‌های افغانستان واقعا قابل قدر است. تمام فعالیت و کارهایشان از شما عزیزان خواهش میکنم هر آن کسی که بخواهد که برای خاطر زنان افغانستان صدای خود بلند کنه، میتونن که چی از طریق حساب حضوری و یا از طریق تلفن، از طریق رسانه ها میتونن که با آقای میر در این روز همگام شوند و صدا بلند کنن و حمایت و همکاریشان کنن از هر طریقی که خودشان لازم میکنن. من خواستم که صرف علاوه از این که به جناب غوث میر تشکری خود ابراز کنم، برای تمام شما عزیزا اعلان برسانم. اعلان یامی خبر بسیار خوبه که همگی با هم باشیم و از این کنفرانس و از این کار بسیار پرارزش که جناب میسر انجام میدن حمایت و پشتیبانی بکنیم به هر طریقی که خودمون امکانات داریم. دیگه انشالله که در 11 مارچ 2023 شما عزیزان در اتریش شهر وین میتونیم که با هم ببینیم و با هم یک جا با یک اتحاد و اتفاق خاص صدا بلند کنیم. تشکر میکنم از همه شما و همگی وقت و روز خوش بگذرونید. و حال سامیه جان اصیل امرای ما هستن. بسیار خوش آمدین سامیه جان به استودیو و تشکر میکنیم پیش از پیش که دعوت ما را قبول کردین. ما همین لحظه برای بینده ها گفتم که شما را ما با خود داریم. خوشبختانه خوش دارین که خانم اصیل بگویم یا سامیه جان، به هر کدام که شما آرام هستین. فقط سامیه. تشکر از شما خانم واهب. پس من هم دیگم سالیه بگوین بهتر از خانم واهب بازی زیاد. درست صالحه جان، ما هم سلام های بسیار زیاد صمیمانه خدا خدمت شما
و از طریق شما برای تمام عزیزانی که همین لحظه ما را از طریق میدریچت تماشا میکنن میرسانم. امیدوار هستم که لحظاتی که با ما هستن برشان خوش بگذره. انشالله که حتما خوش میگذره. سامیه جان گل، شما اولین کار که میکنین خودتان از زبان خود یک معرفی بسیار کوتاه بکنین برای بیننده های ما، گرچه که اکثریت شما را میشناسن، با چهرهتان، با کارهایتان، با فعالیتایتان آشنایی دارن و ما هم یک کوتاه گفتیم قسم که شما دیدین، مگر بازم از زبان خودتان بشنویم خوشایندتر است که شما مثلا کجا تولد شدین، تحصیلاتتان چه قسم بوده، کجا فعلا زندگی میکنین. ماشاءالله ما میفهمم اولادایتان چند اولاد دارین، تحصیلات در کارباری گپایتان در شهر که فعلا در شهر میزبان که زندگی میکنین چطور است؟ فقط هر آن چیزی را که شما خودتان لازم میدونین که بگوین، یک مختصر البته. درست صلح جان، من متولد شهر کابل هستم و نامم که گفتین سامیه اصیل است. در شهر زیبای کابل تولد شدیم و تحصیلات ابتدایی و متوسطی خود در کابل به اتمام رسانیدیم. بعدش تحصیلات عالی خود هم به حساب لسان خود ما شما که دری است و هم به حساب به زبان انگلیسی در شهر تورنتوی کانادا به اتمام رسانیدیم و فعلا هم پای وظیفه میکنم که هم وظیفه رسمی دارم و هم گرداننده و برنامه‌ساز یکی از شبکه‌های جهانی که در تمام دنیا بیننده داره، تلویزیون افغان‌تای هست. بله. از دیپلماتان نگفتین که یک دیپلماتور بسیار موفق هم فضل خدا هستین؟ از دیپلماتان نگفتین که میتونن عزیزای ما اونا را در کجا پیدا کنن و بشنون؟ یک کمک کوتاه اگه دربارش بگوین. ما خو دیپلمات کردیم، یعنی همونطور جسته و گریخته شاید یک 10 یا 15 دانه است در یوتیوب است، دوستان میتونن که بشنون. اما جدی سرش کار میکنم که من بیشتر کلمه های بیشتر داشته باشم و همونطور که در قسمت اشعارم من همیشه به حساب شاعر گفتن برای خودت، یعنی یک چیز میدونم که مده وسط هنوز خواهش میکنم کلگی میفهمم اما دل نوشته های خدا که من اونا را هم هر وقتی که یک الهام آمده و من یک چیز نوشته کرده بودم در هر گوشه و کنار البته با موجای خود سنگین شیشته بودن. اما تقریبا 2 سال پیش من نظر به تشویق دوستا و فامیل من امور تانستم که به شکل یک مجموعه در بیارم و به نشر برسانم که نام مجموعه شیریتان چیست؟ فریاد خاموش. فریاد، واو چه نام زیبا. انشالله که یعنی 2 سال قبل باید در دسترس دوستان شیر قرار می گرفت، مگر متاسفانه که امو ناشره که باید کار میکرد یکمه که مشکلات صحی در فامیلشان پیدا شد و 2 سال من منتظر ماندم. اما امسال کوشش میکنم که بخیر به هر شکل که شوه کتاب بیرون بکشم و همچنان قسم سر دکلمان بخیر کار میکنم که دکلماهای بیشتر در معرض استفاده دوستا قرار میکنم. خب من یک راز دیگه تانم خبر دارم و او من نیفهم که شما چقدر موافق هستین که موضوعیات کنم، مگر شما ماشاءالله یک هنرمند یا آوازخوان بسیار خوب هستین. از آهنگایتان یک کوتاه بر ما بگوین که آیا آهنگهای در یوتیوبی گپا دارین ندارین، از چه وقت فتره میخوانین و دستاوردهایتان در قسمت چی است؟ والا در قسمت ما قدر زیاد چیزی گفتنی ندارم. من فقط یک آوازخوان
یک بعضی از هنرمندای ما بودن که میگفتن فلانی شوقی ما هم شوقی اگر بعضی اوقات در مثلا بین فامیلا خواهش میکردن میخوندم و تا امروز همونطور یک چیز مانده که اگر یعنی لازم شده در بین دوستا در بین فامیل ما بعضی از آهنگا رو اجرا کردیم که من نمیتونم خود در یک سطح یک هنرمند ببینم یا بگویم که من بسیار یک آواز رسا و بسیار یک آواز خوب دارم. خوی قضاوت هم برای کسایی میمونیم کسایی که مثلا آواز مرا شنیدن دیگه جای شک نیست که ماشاءالله صدایتون بسیار رسا و بسیار دلپذیر است. اما ای که متاسفانه تا حال شما سرشکار نکردین و استعدادتان یعنی نخواستین که رشد و نمو بتین، یعنی جای تاسف است. من شخصا خودم بسیار متاثر میشم از این مسئله. اما میگه ما ایره هر وقت که از او بگیرید تازه است. اگر هر زمان که شما بخواین، یعنی به نظر من اگر هر چیز زودتر سرش کار بکنین، یه ذره زیادتر سر مسائل موسیقی و آوازتان هم کار کنین، چون استعدادش دارین، ماشاءالله صدای بسیار اعلی دارین و اکثریت خصوصا فامیلا و دوستا و عزیزا میفهمن. دیگه اگه سرش کار کنین خب گپ بد نیست. انشالله دیگه کوشش میکنم. حتما چرا نه. سامیه جان، من حیث یک گرداننده بسیار موفق و خوب تلویزیون افغان تایم اصلا پلان داشتم که امروز از شما در ارتباط با امی اوضاع رسانوی افغانستان که در هر گوشه دنیا که هستن رسانه ها بسیار در یک حالت واقعا بسیار خراب قرار گرفته فعلا. من میخواستم اصلا سر از این موضوع صحبت بکنم. من تا بعد از اینکه من شما را دعوت کردم به خاطر بخش پادکست، تا صحبت تلفنی که ما شما داشتیم بعض موضوعات دیگه را شما یادآور شدین که واقعا بر من بسیار دلچسب تر شد. دیگه از او خاطر ما به اجازه تان به جای ازی که در ارتباط با رسانه ها ما صحبت بکنم امشب امروز شما میخوایم که در ارتباط با امی موضوعی که شما یادآوری کردین و او موضوعی بود که مثلا بسیاری پدرها و مادرها یا والدین بسیار مشکل دارن امرای اطفال خود در خانواده ها و اطفال بسیار مشکل دارن امرای پدرها و مادرای خود که خوشبختانه بسیاری از فامیلا خودت یک اندازه کوشش کردن که تغییر بتن و امی حالت دوکولتوری تربیه دوکولتوری اطفال طور که شاید باید احترام بگذارن و خود تطابق بتن شرایط اطفال. اما بعض فامیلا متاسفانه شاید نسبت به که بسیار وابسته و در بند کلتورها و مسائل خصوصا مذهبی و کلتوری و سنتی افغانستان هنوزم درگیر هستند، اونا کمتر تانستن که خود تغییر بدن و یا کمتر تانستن که اطفال خود بفهمن یا درک کنن. در این قسمت ما میخوایم که همون صحبت‌های بسیار زیبایی را که شما در تلفن همراه من داشتین، اگر در قسمت نظرتان بتین که شما چه فکر میکنین و برداشت شما از این مسئله، نظر به می که ارتباط شما الحمدلله بسیار وسیع است با خانم ها یا با فامیلا، در قسمت شما چی نظر میدین؟ والا قسمی که خودت هم گفتی صالحه جان، این موضوع یک موضوع بسیار زیاد بحث برانگیز شده در جوامع امروزی. امی تفاوت نسل ها که مثلا مادرهای ما هستن، باز ما هستیم، باز مثلا اولادای ما هستن. این بسیار یک موضوع بسیار مهم و پیچیده شده امروز، به خصوص در دهه‌های اخیر که امی تکنولوژی بسیار زیاد پیشرفت کرده و این مسائل بسیار زیاد هم پیچیده ساخته هم بسیار خطرناکتر ساخته گیرن. چطور یعنی از کدام نظر خطرناک؟ از کدام ناحیه؟ یعنی مثلا امی نسل امروزی را بسیار زیاد امی
چون اکثریت جوانای ما یا نوجوانای ما یا مثلا اطفال ما نمیفهمن که چی برشان خوب است چی برشان بد است و این تکنولوژی رو چه قسم استفاده کنن. اینا کوشش میکنن که همیشه از راههای مثلا از جنبه های منفیش استفاده کنن. شاید درشان جالب است، شاید درشان دلچسب است، هر قسمی که است. یعنی اکثریت جوانای ما مثلا از این با ارتباطات با اشخاص بسیار زیاد مختلف دچار درگیری های بسیار دچار مثلا گنگ ها میشن، مثلا مواد مخدر از این طریق میتونن که پیدا کنن و گروه های مختلف. بله این بسیار زیاد برای والدین بسیار زیاد یک موضوعی شده که اصلا خود بیخی بیچاره احساس میکنن، نمیفهمن که مثلا از کدام طریق یا بتونن که اولاد خود کمک بکنن. در تا جایی که من میفهم در اروپا و البته ما که در اروپا زندگی میکنیم، در اروپا هست ارگانایی هست که مثلا اترم پدر و مادرها را کمک میکنه. من نمیفهم که در کانادا حتی امکانات شما دارین ندارین، چطور مثلا است؟ نه تنها این مسئله دامنگیر ما افغان ها شده، در تمام کشورهایی که مثلا تحت یک نظام یا قوانین زندگی میکردن، این مسئله امروز بسیار زیاد برشان یک مسئله بسیار زیاد مهم و قابل بحث است، قابل تشویش است و قابل بحث است. اینال آمدیم سر افغانای خود ما. شما برای ما معلوم است که ما مردم هایی هستیم که تا اندازه آخر کوشش میکنیم که از یک موضوع داخلی فامیلی ما، حتی همسایه ما یا مثلا نزدیکترین دوست ما یا نزدیکترین فامیل ما خبر نشه. متاسفانه چی رسبه‌ای که ما مثلا مراجعه کنیم به یک ارگانی که از اونجا ما کمک بگیریم. از امو خاطر است که بسیاری از اولادها مثلا یعنی تا اندازه میرسن که کارشان به جایی میکشه که دیگه قابل کمک هم نیستن و اما کمک گرفتان نمیکنن. متاسفانه این هم در جامعه هم یک چیز است که ما هیچ وقت به حساب از اینکه خدا کم نمیریم. یعنی شما فکر میکنین که این تنها تکنولوژی سبب شده که مردم متشون یا بعض راههای دیگه یا دلایل دیگه هم هست؟ تنها یعنی تکنولوژی یک جزء بسیار مهم و اساسی هست. به خاطر که ببینید که امروز یک حتی طفل که میبینین جوانا و نوجوانا را خود جای بان، حتی یک طفل که میبینین بدون تلفن نیست و 24 ساعت ببینین که اونمو فرد چی خود باشه، چی نوجوان باشه، چی بزرگ باشه، مصروف تلفن خود است. اینال یک جزء اساسی و بسیار جد عمده‌اش تکنولوژی است. در غیر از اون طریق پرورش است. مثلا ما تفاوت‌های ما وقتی که ما در افغانستان بودیم، ما خود بودیم یا نوجوان شدیم، جوان شدیم، فامیل های ما قسمی دیگه ما را مثلا پرورش میکردن و تربیت میکردن. مثلا مجالس اجتماعی بود، او وقت جوانای ما که وقتی که در یک مجلس میرفتن میشیشتن، اصلا یعنی اجازه زیر نداشتن که اینا صحبت بکنن، مثلا بحث بکنن یا یک نظر خود بتن. همیشه از طرف والدین یا حتی بزرگایی که در مجلس مثلا حاضر می بودن، اونا جوانا کنترل می شدن. یعنی به نظر شما این تربیه سالم بوده؟ یعنی ما و شما تربیه سالم نبوده. هم تربیه سالم نبوده، به خاطر که ما در اونجا زبان نداشتیم، زبان داشتیم اما گویا نبود، صدا داشتیم اما خاموش بود، به خاطر که اجازه نداشتیم و اونمون قسمی امو شرایط زندگی که مثلا در هر فامیلی بود، نه تنها در یک فامیل، در تمام فامیل ها می بود که اونمون قسمی که والدین رفتار میکردن
اولادشان به نمو عادت کرده بودن و اونمو را اطاعت میکردن و تحمل میکردن. حتی تحصیل مثلا اولادها از طرف والدین تصمیم گرفته میشد، تعیین میشد که کجا میرن کجا نمیرن. مثلا بورس گرفتی در کدام مملکت باید بودی تو درس بخونی، چی رو باید تو بخونی. ایناله در اینجا که از اولادا کاملا به یک شکل دیگه هستن، چون اینجا اولادا زبان دارن که استفاده بکنن، صدا دارن که صدای خود بلند بکنن و اونمو شرایط برشان مساعد است، اونمو اجازه برشان داده شد. اینجا مثلا زیادتر یک مادر گپ میزنه، اولادش میگه که مادر جان اینی تو نیست، اینی تو است. اینالی در کشورهای ما که بود این زبان بازی تلقی میشه. زبان بازی که در مقابل ما، یعنی از گپای شما استنباط میشه که یعنی اینمی حالت که فعلا برای جوانا در اینجا رخ داده که اینا بسیار مصروف تلفن خود هستن و مصروف یعنی مطلق دنیای تکنولوژی هستن، یعنی یک کار منفی است یا از نظر پدر و مادرای منفی است؟ من فکر میکنم که چون مثلا جنریشن های ما در افغانستان قسم که شما گفتین با یک بسیار یک تربیه دیگه، با یک سنت دیگه کلان شدن، با یک کلتور دیگه و دیگه بسیار زیاد مذهبی بزرگ شدن. اینال در اوجه همه چیز توسط پدر و مادرها تصمیم گرفته میشد، توسط اونا حتی ازدواج دخترها و بچه ها توسط مادرها و پدرها تعیین میشد. اما وقتی که اونا اینجا آمدن، اینالی آزادی که اجتماع اروپایی یا مثلا امریکایی یا کانادایی برای اطفال دادن، این آزار میده پدر و مادر را، چون خودشان از یک تربیه آمدن و این سبب میشه که این اختلافات ایجاد میشه، یا ایست که کدام دلیل دیگه شما مثلا فکر میکنین در این قسمت؟ کدام دلیل دیگه فکر میکنین؟ دلیل تنها تکنولوژی بوده نمیکنه. امیر خود شرایط زندگی که در این کشورها برای اطفال مثلا مساعد است. وقتی که در مکتب میرن برشان گفته میشه که مثلا شما باید از خود دفاع کنین، شما باید اینو کنین، شما باید اینی کارا بکنین، اینی کارا نکنین. این چیزهایی است که مثلا در افغانستان کلش به شکل یعنی منفی گرفته میشه. مثلا از خود دفاع کنین، حقتان مثلا کس گرفته نمیتونه. اگر پدر و مادرتان زد باید تلفن کنین، باید پلیس زنگ بزنین. اینی کارایی است که واقعا اولی که والدین کاملا دستا و پایشان بسته است. کوچکترین به خاطر که اعتبارم سر اولاد خود کردن نمیتونن که مثلا مگر اولاد خود تنبیه کنم یا یک دشنام بتونم یا مثلا یک سلی بریش بزنم، آیا که سرنوشت و چی میشه؟ اصلا خب بسیار خوب است که اینمی تربیه که در اروپا است که اقلا پدر و مادران هم تا یک اندازه اصلاح بسازه. چرا باید اطفال خود بزنن؟ چرا باید اطفال خود تنبیه بکنن؟ چرا امرایشان صحبت نکنن؟ چرا؟ ما درست است سالی جان، ما طرفداری این گپتان تاندوزی هستم، تاندوزی نیستم، به خاطر که یک پدر و مادر در یک حالت اولاد خود میزنن که بیچاره میمونن. اینال اولادا در این شرایط عظیم و مالک اما شرایط رو مساعد میسازن که مادرها اونا بقدر یا مثلا پدرها اونا بقدر سر احساسات میاین، به خاطر که یعنی امو حرفشان شنیده نمیشه، به خاطر که پدرها و مادرها در یک حالت میرسن که مجبور میشن که باید اولاد خود حداقل یک سلی بزنن، مگر بازم نمیزنن، چون میفهمن که سرنوشتشون به کجا میرسه. اینجا اینال یک موضوعی است که آل والدین و جوانای ما درک دو جانبه داشته باشند که مادر و پدر اولاد خود درک کنن و اولاد پدر و مادر خود درک کنن. در این مملکت ها ما از پدر و مادر که زیادتر باید رفیق اولاد خود باشیم، با اولاد خود مثلا مکالمه کنیم، گپ بزنیم، یک قدر اونا را زیر تأثیر خود نگذاریم که
اونا مثلا کارهایی که میکنن از ما پنهان کنن. ما از هر چیزشون مثل یک دوست باید خبر باشیم. این در صورت میشه سامیه جان که عزیز طبعا این در صورت میشه که پدرها و مادرها خود عیار بسازن با تربیه که در اروپاست. ما بزرگترین مشکل ما امی دو کلتوری است که ما در دو کلتور دو جنریشن با هم یک جای میشن و زیر یک سقف زندگی میکنن، اما درک یکی دیگر چرا نمیتونن که نه پدر و مادر خود تطابق میته با تربیه امروزی اروپا و نه اولادا از تربیه سابقه میفهمن. این اولادای ما مثلا تربیه افغانستان مرا نمیشناسن. یک بچه ما 4 ساله بود که برام دخترم بود 2 ساله و دیگه 6 ماه. اینا نمیفهمن که ما در افغانستان چه رنگ تربیه شدیم و چه قسم باید امرای ما برخورد کنن امرای پدر و مادر. اما پدر و مادر خود میفهمه که ما در افغانستان یک تربیه داشتیم، کدام چیزای از این مثبت است و کدام چیزایش منفی. آیا ما ضرور است که در این دنیای غرب که اینقدر امکانات بر اولاد ما است از نگاه، آیا بر من لازم است که من بازم امو کلتور بسیار سنتی و بسیار منجمد خود گفتن نمیتونم، یعنی بسیار سختی که در افغانستان بود، ما امور سر اولادم پیاده بسازم، امو کلتور ما سر از اینا جبری بسازم، برای که امکانات نداریم ما. اینما که تکنولوژی پیشرفت کرده و ما در دنیایی که زندگی میکنیم یک جهان بخی یک چیز دیگه است. ما اصلا این مقایسه هم را افغانستان نمیکنیم دیگه. من فکر میکنم که زیادترین برعلاوه که تکنولوژی خوب بسیار در اواخر یک ذره که بسیار زیاد وسعت پیدا کرد و بسیار پیشرفته شد، اما زیادترش مسائل دو کلتور است که شناخت پدر و مادر از کلتور غرب بسیار زیاد کم است و به نظر من باید پدر و مادر خود زیادتر برسانن تا که بتانن کنن. او قدر کم هم نیست، او قدر یعنی کم هم نیست، میبینن همیشون، اما قبول کردن برشان مشکل. خوی نمیره برای نما که یک کار در هالند یا مثلا من چون در هالند هستم از هالند میفهمم در اینجا از کورس های از ارگانای هست که نمی قسمت کمک میکنه پدر و مادر. میگن که مثلا شما درین که یک حالت بودین بسیارشان پیش روانشناس. بدبختی ما مردم دیست که ما وقتی که بگی پیش روانشناس بره او میگه ما خود دیوانه نشدیم، مرد دیوانه فکر کردی که ما برم پیش چیز مثلا پیش روانشناس، در حالی که مسئله دیوانگی نیست. اینجا روانشناسی مثل دکتر فامیلی یک دکتر است، فقط امروز صحبت میکنه و که شما بهتر میفهمین از من کرده. مگر افغانای ما اینم قبول نمیتونن که ما پیش روانشناس برم، اما خوشبختانه بعضی هایشان هستن که میرن و کمک میگیرن و واقعا بسیار کمکشان میکنه در این قسمت. یا فضای خانوادگیشان هم بسیار درست میسازه. راست میسازه جان. به ارتباط میگه که خودت یک گپ بگم یادم اومد که میتونم یادآور شم که اکثر مثلا مسئله صحبت میشه و این کنه که یعنی بسیار عمومیت داره در بین تمام دیگاره نمیفهم در بین میافانای ما و شما که وقتی که گپ از روانشناس زده میشه اتومات طرف مقابل هم فکر میکنه که شخص دیوانه است، خودش هم فکر احساس میکنه که من خود دیوانه نیستم که پیش چیز برم، در حالی که مغز ما و شما یکی از ارگانهای بدن ما شماست. اما طور که مثلا جگر ما یک مشکل پیدا میکنه باید پیش دکتر بریم، قلب ما یک مشکل پیدا میکنه باید پیش دکتر بریم، روان ما اگر روان ما حتما پیدا میکنه و برازو دکتر است، برازو دوا است. چرا ما هم تو اتومات طرف دیوانگی خاطر است که ما روان ما را زیادتر وابسته، بسیار مردم ما روان ما را وابسته به روح ما میدانه. میگه روح امکان نداره که مریض شوه، روان امکان نداره. خب روان ما یعنی افکار ماست، همه چیز ماست که به حساب ما را به اون طرف میکشه. او از کجا من میگیره خود اما متاسف خوب یعنی ما فکر میکنم که بهترین شمیز که پدرها و مادرها از اطفال خود کده اول سر خود کار کنن، یعنی کوشش کنن که از امو ارگانایی که کمک میکنن از اونا کمک بخواین. من نمیفهم که در قسمت چقدر شما موافق هستین، کدام تپ یا کدام مشوره دیگه دارین برای پدرها و مادرها یا بر خود اطفال؟ مشنویم از شما. اولا برای پدر و مادر خب من کدام
مشوره دیگه دادن نمیتونم، به خاطر که یعنی مشکل است، ما درکشان کرده میتونم، اما خب به خاطر یعنی رهایی اولاد ما از اینطور یک پیچیدگی ها که خود ما مثلا در یک حالت استراب و در یک حالت دپرشن یا استرس یا افسردگی مثلا میریم، به خاطر که چرا اولاد ما اینطور است، یا چرا ما نتونستم، یا چرا ما نتونستم. اینا مثلا غیر از که برای خود بفهمانند که ما این میره باید قبول کنیم، اما به یک شکلی که اینطور نشه که به اندازه مثلا یک اولاد آزادی بیتی که یک روز خودت پشیمان شوی که ما به دست خود اولاد کنیم. اما مهم است که ما بفهمیم که آزادی چیست، ما هدف ما از آزادی چی است. این حال یکی آزادی است که آدم حق انتخاب میده به اولاد خود، چی در تحصیلاتش باشه، چی در مثلا یکی آزادی است که میگه برو دیگه هر آن چیزی که دلت خواست برو بکو. اگر مثلا یک آدم یک طفل میره در سن بسیار خرد سیگرت میکشه و این پسانا به بسیار چیزای دیگه تبدیل میشه، به نظر من در اینجا پدر و مادر نه من حیث یک ظالم یا یک آدم بسیار با قدرت باید بگه که نه تو پدر نه من حیث یک پدر و مادر نیم، من حیث یک دوست میتونه کمرش صحبت کنه و برش خوبیا و بدیای از رو بگویه. یک بچه یا دختر صنف 9 ساله یا 10 ساله یا 12 ساله اگه به سیگرت شروع میکنه، میتونه برش بگویه که اینی چیزا خوبیش است، این چیزا خرابیش. بازم باید سرش مطالعه کنه، ببینه، حتما اون سر طفل تاثیر میکنه. اگر نه که راسن در زدن و در دو زدن و در گپا و در جزا شروع کنه، واضحه که طفل سر لج میشه. نه خود جزا خو ما میفهمم، شما میفهمین که دیم مالک امکان نداره. چرا بسیار مردمای مراکشی ها یارو ببینین خب صحیح جزا میتن اولادای خدا و بیچاره اولادایشون چیز گفتم نمیتونن. بسیار باعث خرابی ها میشه در بعض اوقات که مثلا اولاد پت میزنن یا یک جزا میتن یا یک کار میکنن. واضحه است که طفل خوی قدر زیر تاثیر پدر مادر است که دوجا پیش پدر مادر چیز نمیگه، اما پیش سر بسیار کارهای خرابتر میکنه. این قدر دیسکریمینیشن و امی تبعیضاتی که با وجود میایه، امی چی میگن کرایم یا جرمی که صورت میگیره، خب این نظر تا اطفال چیز میشه صورت میگیره. بله اکثرا اطفال ایستن امر پدر و مادر بر لج میشن، با دوزی کارا میکنن. خب بهترش هموز که والدین هم در کشورها خود تطابق بتن با همون شرایطی که مثلا اطفالشان ضرورت داره که همون آزادی های مثبت و همون آزادی های سالم داشته باشن. خود این مملکت ها ما میبینیم که آزادی ها بیشمار است و بی انتهاست. دیگه خدای نخواسته ما هیچ وقت ما نمیتونیم برای که خصوصا جوانای افغان ما یا مثلا اطفال افغان ما چی دختر باشن و چی پسر باشن و اون راههای غلط و راههایی که واقعا راههایی است که مثلا نه دین ما نه کلچر ما نه اما انسانیت قبول میکنه. دیگه در غیر از اون از آزادی های مثبت و از آزادی های خوبی که برای اطفالشان در کشورها داده میشه، وانند که اطفالشان استفاده خوب کنن، خودشان هم در پهلوی امو اولاد خود یا امو جوان خود پا با پا قدم بگذارن که نشه که اولادشان مثلا کدام اشتباه دیگه بکنن. دیگه در غیر از اون یعنی شما من حیث یک گرداننده تلویزیون، من حیث یک نطاق بسیار ورزیده و خوب، چی فکر بکنین که یکی از راههای آیا مثلا یک رسانه یا یک تلویزیون یا یک رادیو یا بعض اینت ویدیوهایی که در یوتیوب می باشه یا در چیز، آیا میتونه آدم که از این طریق
بعضی صحبت‌های را، بعضی پوینت‌هایی که یا نکات را که بسیار مهم است در تربیت اطفال یا چیز امرای اشخاص کارشناس صحبت بکنه در این بارها و او را به خورد مردم بده، خصوصا بر پدرها و مادرها. شاید یک راهی باشه. به نظر شما این مثلا شما من حیث یک گرداننده آیا این کار تا بالا کردین یا در پلانش هست که این کارا رو بکنین؟ از این بعد مثلا یک برنامه بگیرین که هفتهوار یک کارشناس بخواین و در ارتباط مسائل مختلف تربیوی امرشان صحبت بکنین. ولی چرا نیست؟ 100% این کار بسیار زیاد یک تاثیر بسیار مثبت و خوب در جامعه ما داره. ما یک برنامه بسیار زیاد خوب داشتیم، برنامه ایوا شو که ایوا جان بسیار بسیار زیاد مهم در موضوع گپ میزد و قدری مورد توجه جوانا، اشخاص مسن، یعنی از هر سن اینقدر توجه زینا رو میگرفت که چون زنگ ها برش می آمد، مثلا مسیج ها برش می آمد و می تشویقش میکردن که پلیز ما بسیار اما فکر میکنم که زیادتر برنامه های ایوا جان به انگلیسی بود زیادترش. اکثرا به انگلیسی بود چون برای جوانا بود و جوانا به انگلیسی زیادتر متوجه میشن و بعضی برنامه‌هاش به فارسی به خاطر که به نظر من تو برنامه‌ها اگه زیادتر به فارسی شده به خاطر که کسایی که خب درست است که جوانای آلند هم بسیار انگلیسی میفهمن، آلمانی کلشان، مگر بازم اگر به زبان فارسی باشه من فکر میکنم که شاید اثراتش زیادتر باشه نسبت به و ما خود ما برنامه‌های اجتماعی ما اکثرا در این موضوعات ما بحث می‌کنیم و بسیار مورد توجه افغانای ما قرار میگیرن. حتی دوستای ایرانی ما بر ما زنگ میزنن که چقدر برنامه‌تان مفید بود، ما بسیار زیاد یعنی ما رو لطفاً از این برنامه‌ها بیشتر. اما ما زیادتر می‌بینیم که برنامه‌هایتان شما فقط از طریق یوتیوب فکر می‌کنم که به نشر می‌سپارین، از طریق فیسبوک یا اینستاگرام اینا قدر زیاد یا من نمی‌بینم، من نمی‌فهمم یا چطور است برنامه‌هایتان؟ ما برنامه‌های ما از طریق تلویزیون است و از طریق یوتیوب است، بعضی اوقات از طریق فیسبوک هم است. اما در یوتیوب نمیشه که مثلا اگر دوستان می‌خواین که چون رسانه‌های همین در میدیا زیادتر فیسبوک و اینستاگرام بسیار زیاد مورد علاقه مردم است، زیاد مردم یعنی رشت زیاد است سرش. اگر شما از این طریق بتونین که برنامه‌هایتان به نشر برسونین شاید زیادتر مورد توجه مردم قرار بگیره. فکر میکنم به نظر ما اگر این برنامه‌هایتان زیادتر بازم میایم پس دوباره سرمون سوال رسانه‌ای که ما شما در اول ما میخواستم از شما سوال کنم، برای که می رسانه‌ها فعلا که دیدام میشه خصوصا این مسئله تیک تاک که اونا شما خبر دارین که با تاسف که افغانای ما دیگه بعضی‌هایش البته چیال انداختن و و چه شکل برنامه ها میکشن که بخی امینام افغان ها را یک قسم لکه‌دار ساختن. در این قسمت نظرتان چی است که آیا اثرات این قسم برسی که تا جایی که من میفهمم یعنی خود برنامه های تصویری بسیار تاثیر فوق العاده سر جوانان میگذاره، چی جوان باشه چی یعنی در سنای جنریشن های بالاتر باشه بسیار زیاد اثرگذار است سرشان. نظرتان در این قسمت میخوایم یک کوتاه بفهمم که این کسایی که این برنامه ها را در تیک تاک میکشن و مثلا عفت کلام مراد نمیکنن و بسیار واقعا یگان دفعه آدم قدر متاثر میشه که ایران میمونه که چی بگویه برای از اینا. در این قسمت نظرتان چی است؟ معذول جان با احترام به سوال شما در این قسمت اگر با یعنی صحبت نکنم بسیار زیاد خوش میشم، چون اگر خود شما هم متوجه شده باشین که یکی
دو نفر از اشخاص بسیار اینمت محترم و خوب در این قسمت کوشش کردن که یک ویدیو درست کنن. سر ویدیو از دیگه ویدیو فرق نمیکنه، به نظر من فرق نمیکنه. اگر ضرور نیست که ما نام بگیریم که کی یا کی نی، مگر یعنی در کل اونا نام نگرفت. خب تفاوت است اگر ما و شما هر کدام ما قصد داشته باشیم که والا اینا سر ما ویدیو جور میشه یا گپا، خب تفاوت است ویدیو هم که جور شوه. اما ما خو از یک طریق نه یک طریق امی موضوع را به گوش همگی خو میتونیم رسانده و ما خو کدام گپ غلط به نظر من نمیزنیم. یعنی ما به خاطر اصلاح امی جامعه خصوصا بیرون مرزی ما به خاطر اصلاحش میگیم، یعنی کدام گپ غلط به نظر من نیست. خود دور از خوبهای ما که ما بسیار زیاد الحمدلله شکر بدون شک داریم، بسیار خوب داریم. خب 1% که اینقدر یعنی کارهایی میکنن که واقعا یعنی هیچ قابل پذیرش نیست، نه به دین ما، نه به کلچر ما، نه به افغانیت ما، به هیچ چیزه. اینا ما نمیتونیم که برای چه قسم براتون بگویم. یعنی اینا شاید اصلاح ناپذیر هستند دیگه، امکان نداره. اینقدر از کجا نیست که بر از اینا گفتن نمیشه که لطفاً استارت کنیم، لطفاً اینا یک کار نکنین. یعنی برای خود ما و شما ها که اینا خود هستیم هستم، برای ما و شما این چیزا نو نیست، بسیار نو است. طبعا وزست که برای اینقدر برای ما نو است که من خو یک بسیاری وقت باید باورم نمیشه که من چیزا را که دوستا روان میکنن که میبینم بسیار دیگه به اعصابم خراب میشه، باید باورم نمیشه. من میگم ما این گونه افغانان ما داریم یا داشتیم؟ یعنی چی فکر میکنین دلیلشه؟ چی فکر میکنین چرا مردم رو میارن به یک حالت؟ دلیلای ما پیش خود دارم، منطور من نمیتونم که اینجا یعنی افشا کنم، اما دلیلای خود دارم. اوکی، اگر نمیخواین سرش صحبت کنین که موضوع علایده است، مگر ما تا جایی که یعنی مشنوم اکثریت از یا زیادتر به خاطر پولی که تیک تاک میته یا کوشش میکنن، چون که اتو ویدیوها را اکثرا مردم یکی به دیگه انتقال میتن و هر قدر که لایک میگیره، هر قدر که ویو میگیره یا دیده میشه، بر از اونا یک چیز نی. یعنی بعضی ویدیو هاست که تا 5 میلیون و 4 میلیون ویو میگیره و تیک تاک هم روز به روز به خاطر که مردم زیادتر جذب شوه اعلان کرده میره که هر قدر ویو تان زیاد باشه و لایک تان زیاد باشه و مثلا توفایی که مردم در لایف ها برشان روان میکنه اینا زیاد باشه، اما قدر پیسه زیادتر میگیرن. من فکر میکنم یکی از دلایل بسیار عمده‌ایش منتها به نظر من اگر آدم بخواه که ویدیوش ویو بگیره یا زیادتر دیده شوه یا لایک بگیره، میتونن که مسائل بسیار مثبت خوبم ما داریم. مثلا واقعا افغانایی رو میشناسم که خوشبختانه اکثریتشان هم یعنی تعقیب میکنم یا دنبال میکنم صفایشان که بسیار موضوعات ارزنده و بسیار با ارزش صحبت میکنن، معلومات میتن، مثلا مسائل سحیره، مسائل اسپریچویل، همی مسائل معنویات بسیار چی میکنن. مثلا یک جوان بسیار خوب ما است، من نمیفهم که شما هم فکر میکنم که امروشان آشنایی دارین، درباره امی انرژی صحبت میکنه، درباره چاکراها صحبت میکنه یا درباره سنگ های مختلف و انرژی سنگ ها صحبت میکنه. بسیاری کسایی ولی میشناسم، فکر میکنم که مسعود جان یوسفی مثلا اونا کسان که واقعا یعنی به سن سال بسیار خرد ماشاءالله بسیار معلوماتشون در این قسمت زیاد است و بسیار کارایی میکنن که جدا برای من بسیار هیچ باور من نمیاد از یک بچه خرد به این سن سال. دیگه در غیر از او بسیار کسایی داریم که مسائل صحی را
صحبت میکنن، امراض مختلف صحبت میکنن. بسیاری خانمایی هستن که بسیار به زیباییش مثلا قیچی موی نشان میدن، یک آدم خیاطی رو نشان میده. این بسیار کارهای چیزهای دیگه هم هست، یگانی که آشپزی رو نشان میده. یعنی ضرور نیست که حتما ما در چیزهای بسیار منفی و مبتذل بخوایم که ویو بگیریم. یا من نمیفهم، ولی من خود جدیاً یگان دفعه بسیار جگرخون میشم که چرا جوانای ما یا بسیار صالحه جان یا بسیار دل گرده میخواه که تو بخوای از یک طریق پول پیدا کنی که او باعث از بین رفتن آبرو و شرف و عزت شد. هر کس هم نمیتونه. دیگه یک ذره بسیار ثقیل است، مشکل است که آدم سرش گپ بزنه. اما جالب است، یعنی بسیار گپایی است که متاسفانه ناگفته است و هیچ کس هم نمیخواد که سرش صحبت بکنه. بسیار گپایی است که گفته میشه و بسیار برداشت غلط میشه. بسیار مشکل است. برای اینکه کل اینمی مسائل به نظر من از دلیلش اینمی 40 یا 43 سال جنگ هایی است که در افغانستان است و بسیار اعصاب کلگی را یعنی نارام ساخته. مردم که در خود افغانستان هستن نمیال فکر کنین که در چی حالت هستن. برق نیست، اینترنت نیست. ما یک دو سه فامیل که میشناسم جدا قدر جگرخون میشم که اینا مثلا 12 یا 13 نفر در یک اتاق صرف به خاطر که یک اجاق آتش به حساب دارن، آتشی دارن که سرزوی یا یک صندلی میمانن یا همگی در دور از، یعنی مردم های رسیده، فامیده، هنرمند، اما به خاطر شرایط فعلی سیاسی افغانستان بیچاره دوتی اگالت هستن. یا دوستایی هستن که مثلا با وجودی که یعنی مردم هایی هستن که دکترای خود گرفتن، ماستری دارن، بسیار درس خواندن، کانفرانس ها رو میخوان که تعقیب کنن یا چیز کنن، اما به نسبت نبودن اینترنت و برقی گپا کارایشان کلشون مانده. ایران ماندن که ما چی کنیم. یگان دفعه که صحبت میکنم که چانس برشان یاری میده که برق میباشه یا اینترنت میباشه که تلفن میکنن یا ما تلفن میکنم. راستی چیزایی که میگن آدم بسیار جگرخون میشه، بسیار متاثر میشه که چرا ما در تیاگالت هستیم. واقعا بسیار دلخراش است. و می اوضاع زنا و دخترها که در افغانستان فعلا در چه حالت است دیگه. من نمیفهم که شما از کنفرانس وین هم میفهمین یا نمیفهمین که آقای میر برا انداختن؟ آقای میر مشناسین؟ اگر کمک از شما. آقای میر در که صاحب امتیاز فصل نامه بانو هم است و سرپرست کانون فرهنگ افغانا. اونا در می همچنان برشان میرسانم سلامای خدا. یعنی واقعا یک انسان بسیار با پشتکار، یک انسان بسیار خوبه که همیشه بر زنای افغانستان اینا با یک همت بسیار بلند کارهای کردن، فعالیتای کردن و این مجله بانوره که شما هم مشترکش هستین و ما هم. یعنی بچی شرافت و ظرافت گفته یگان پیش میبرن و این 23 سال است که دی باره کار میکنن و تمام مصارفش از جیب خود میتنم. ایشون به هر صورت فعلا یک کنفرانس را برای انداختن زیر نام انقلاب زنان افغانستان که تقریبا بسیار خانما و آقایان از سراسر اروپا دی وعده دادن که اشتراک میکنن و بسیارشان حمایت مالی و معنوی کردن. دیگه امیدوار هستم که اگر شما بتونین، یعنی برای که اگر بتونین که حضوری شرکت کنین خب بسیار خوب، اگر نتونین اقلا یک حمایت مالی معنوی تونه برشان اعلان کنین. یعنی به نظر ما و شما از اینمی طریقا میتونیم که صدای خود بالاخره بلند بکنیم به خاطر دفاع از حقوق زنایی که در افغانستان فعلا در بند گرفته شدن و فقط من نمیفهم که چی بگوی آدم یه حالت زنا را در افغانستان چی نام شبانه. دیگه کوشش میکنن اینا هم که صدای خود بلند کنن، صدای زنای افغانستان رو بلند کنن و ما و شما اگر کلی ما همراهشون باشیم من فکر میکنم که یعنی یک همبستگی و اتحادیه بسیار قوی خواهد. چرا نی
شرانی میگه یک داستان ما داریم که یک چوب بود که امو پدر که شاخه یک چوب میشکست اما چندین چوب یک جای کردن ولی هر قدر کوشش کردم نشکست. این حال ما شما تا که دست به هم نتیم هیچ وقت ما نمیتونیم که به یک هدف و مرامی که میخواهیم برسیم. طبعا باید که از هر جایی یک درد است که درد مشترک است. این درد فردی نیست که مثلا صرف آقای میری درد داشته باشد. تمام ملت افغانستان در سراسر جهان اینمی درد است. اما آفرین آقای میر که اقلا نمی همت میکنن و هم کنفرانس ها را برام اندازن، گرچه که بسیار ارگانهای دیگه می کارا را کردن، اما این یک بار نیست، دو بار نیست، چندین بار است که جناب میر صاحب کار کردن. واقعا من حیث یک زن، من حیث یک خداوند در من حیث یک زن افغان واقعا تشکر میکنم که همیشه برای به خاطر حق زنا یعنی بسیار فعالیت کردن، کار کردن دیگه. من فکر میکنم که برنامه ما آرام به طرف آخر خود میره. من نمیفهم که شما کدام پیام برای خانم‌های افغانستان، برای مردم افغانستان دارین. من حیث یک زن افغان اگر داشته باشین میشنویم. زنهای افغانستان خو پیام‌های ما اینقدر زیاد است که نمی‌فهمیم که چی بگوییم برشان. صرف همه خبرشان میگم که اونا همیشان تن وجود ما هستند، هیچ وقت تنها نیستند. ما همیشه پشتیبانشان هستیم، در پشتشان هستیم. ای که ما در ممالک غربت زندگی میکنیم به این معنی نیست که ما از هر لحظه از اونا با خبر هستیم. دیگه هیچ وقت خود تنها احساس نکنن، فکر کنن که اونمو طوره که خودشان در اوجه هستن، ما اموجه همراهشان هستیم همیشه. و انشالله با سعی و تلاش که در هر قسمت، در هر مملکت یا در هر کشور، در هر جایی که این کنفرانس های مثل کنفرانس محترم آقای میر، حتما ارگانهای دیگه هم این کارا رو میکنن و اینمی چیزیست که امو پشتیبانی خود از امو زنای افغانستان اینا اعلان میکنن و خانمای افغان میره همیشه باید بفهمن که ما در تلاش از این همیشه هستیم که یک کار برشان بکنیم. واضح است که ما همیشه حمایتشان میکنیم به هر شکل، هر اون چیزی که از دست ما پوره باشه ما برشان میکنیم و کوشش میکنیم که صدایشان به گوشهای شنوا برسانیم. اما آرزوی از این هم داریم که امی گوشهای شنوا باشن و این صداها را بشنون. برای که در همی 1.5 ساله که گذشت در افغانستان واقعا یعنی هر آن ظلمی که از دستشان آمد سر زنا کردن و یعنی امروز تا حد رسیده که میگن کار حتی از استخوان هم گذشته. واقعا هم یک چیز شده که حتی از حق انسانیشان محروم شدن که اینا اجازه ندارن که درس بخوانن، تحصیل بکنن، حتی کار بکنن، حتی از خانه خود براین دیگه. ما یک چیز صالح جان که این رو باید به این باور داشته باشیم که ما چیزی که در رسانه ها میبینیم اونطور یک چیز در افغانستان نیست. ما پریروز همراه یکی از دوستایم در افغانستان صحبت کردیم. ما گفتم که شرایط افغانستان چطور است که اگر ما چون یک تصمیم دارم که یک بار برم تامیمای مارچ افغانستان ببینم دقیقه وردیم. گفت اینقدر آرامی است، گفت اینقدر آزادی است. گفت باور به خدا کو که ما این میاله اگر یک فیلم برات بگیرم خب گفت ما در نزاکتا خوب نمی‌کنم. گفت می همشیرای ما رو ببینی که همشون با پتلونای بسیار چسب، با جمپرای بسیار زیاد کوتاه و گفت آرایشگرگی. گفت اینقدر حتی تا 11 بگی شب اینا میتونن که در شوار بازار بگردن. درست است آقای جان.
من باور خود کنم درست بسیار اما اینا خوشحال شدم. پترون چسب یا جمپر چسب مانا نمیده که اونا تحصیل میکنن یا درس میخوانن. مهم امروز است که به سوی جهانی اعلان میشه که اینا اجازه درس و تحصیل و تعلیم ندارن. این بسیار مهم است. او قسم آزادی رو چی کنی خدا ببخشید دیگه که اوریان بگرده یک آدم در این سرک، اما وقتی که آزادی از این نداشته باشه که یک تحصیل بکنه یا مثلا آموزش سرشان بسته شود درهای در مکاتب و تمام چیز، این خوب به نظر من آزادی نیست. یک لباس پوشیدن یا یک آرایش کردن و این مسائل خو یک چیز نمایان است که به خاطر چرا اونا یکی را امی کسایی که فعلا افغانستان در اختیارشان است، اینا از خود شاید کدام استاده که واقعا از این چیزی را داشته باشه که برای 4 نفر درس بده یا یک معلمی داشته باشه، البته ندارم که علمو کسایی که هستن مقدر وقتی که مکاتب باز بود، مثلا بسیار مکاتب شخصی ما فعلا داریم، فاکولته های شخصی داریم، تمام از رو بسته کردن. نیست که یک مکتب یا 2 مکتب. خب درست میگن که مدارس را ایجاد کردن که اونم تنها درسای مذهبی میده، اما اول خمرون سر دختر رو بسته کردن، یعنی اما بگه وجود نداره. من طرفدار از این نیستم که ما به این بسنده کنیم که اوکی اونا یک پیران چسبک میپوشن یا آرایش میکنن یا یه آزادی دارن. به نظر من این آزادی نیست. یک آدم که آزادی حق بیان نداشته باشه، آزادی یعنی شرایط تحصیلی بسیار زیاد مطلق کاملا مسدود است و از بین رفته. اما این آزادی هایی که مثلا بیرون درون برن و پشت سودا برن و یک بازار برن، خب ما کار نداریم. ما دیگه کار داریم. ما خو آزادی از این کار داریم که یک آدم مثل یک انسان نرمال حق انسانی خود داشته باشه، نه زندگی. اما طور که یک مرد تمام آزادی ها را داره، دوجم که یک زن باید می آزادی ها را داشته باشه. اقلا ما نمیگیم که خوی مردم ها کسایی هستن که از این میترسن که اگر اینا تحصیل کنن فکرشان باز شود دیگه ما دیگه نمی باشیم. اینا یک چیز بسیار زیاد نرمال است که کلگی ما شما امیدوار هستم که شما هم در رفتنتان طرف افغانستان کمک زیادتر تعمق کنین، زیادتر فکر کنین که خدای ناخواسته یک گپایی که در تلفن یک آدم میزنه، یک نفر اگر در جمع 36 35 میلیون نفر که در افغانستان است، اگر یک نفر یا 2 نفر یک گپ میزنه و حتما دلایل خودش داره. مگر فکر نمیکنم که نمایندگی از تمام افغانستان و از آزادی های زنا کنه. شما ببینید که روزه زنا شلاق میخورن و در بند گرفته میشن و اختطاف میشن و بخی سر و درکشان معلوم نمیشه. این چیزا رو خب باز این نفران نمیبینن. این خانمایی که تلفن میکنه یا مردایی که تلفن میکنن این گپا رو میزنن. خب اینا لیتر صالح جان اگر مثلا من نخوایم برم، خودت نخواهی بری، یک نفر دیگه نخواهی بره، خو آلمان مملکت ماست، ما یعنی دلمون میخواهد که بریم و میخواهیم که اگه بریم ببینیم از نزدیک افغانستان وضع براستی که وضع زنای افغانستان چطور است. نه خوب است که برین، بسیار خوب. من تا قبول نکنیم که گپایی که میزنن که آزادی است، کلگی پتلون چسب میپوشه و جمپر چسب، به نظر من این آزادی نیست. و این شاید خانه خودمون خانم اجازه را داشته باشه که گفته که آینه من این کارا میکنم، مگر در روی بازاری که مثلا نیست. ما شما هر روز یک رسانه دروغ بگه، 2 رسانه دروغ بگه، تمام رسانه ها خود دروغ نمیگن مثلا. یعنی برای ما بسیار یک انسان مطمئن است، یعنی مگه پیش باور کرده. خدا میره خیلی شما که رفتین انشاءالله شما برین فیلمایی از اینجا بگیرین و همین واقعیت ها را کلش برای مردم از طریق تلویزیونتان نشان. 100%. سامیه جان این مسائل بسیار که هر قدر گپ زنیم واقعا بسیار دلچسب و زیباست، اما وقت برای ما اجازه نمیده. از شما یک بار دیگه بسیار تشکر میکنم از اینکه وقت گرفتین. دی صبح ملازانتان و حساب یعنی برای ما ناوقت است، پیشین است، اما برای شما بسیار صبح وقت است. بازم شما حاضر شدین که بیاین و همراه ما یک صحبت داشته باشین. جهان سپاس. انشالله که از کارهای نوتان و از فعالیت‌هایتان به زودی بشنویم و منتظر بسیار بی‌صبرانه منتظر کتابتان هستیم که بخیر به دسترس ما برسه.
دیگه اگر گفتنی نداشته باشین دیگه همینجا برنامه رو ختم میکنیم. انشالله تا شاید نمیفهمیم که گفته انگلیسا هو نوز که یک بار دیگه بازم با شما صحبت داشته باشیم روی موضوعات دیگه. تشکر صالح جان گل از وقتتان. ما واقعا بسیار خوشحال شدم. گپ ها خو سری موضوعاتی که ما شما امروز گپ زدیم هر قدر که روزها گپ بزنیم گپ هست و این خاتمه پیدا نمی کنم. اما همه قدر که آدم بیرون بکشه شاید یک اثر مثبت داشته باشه. دیگه انشالله بخیر. ما هم آرزو دارم که باز هم بتونیم که با هم سر بعضی موضوع دیگه صحبت کنیم و خوشحال شدم از اینکه ما گفتم باز هم دعوت شما هستم و قدر وقت شما را گرفتم دیگه. بازم بسیار تشکر. انشالله که تا صحبت بعدی. سپاسگزارم از این که با حضور گرمتان برای شنیدن این مکالمه وقت گذاشتید. برای حمایت از کانال یوتیوب من می توانید با عضویت در کانال امکانات دخولی به وبسایت waheb.eu را به دست آورده در مورد کارهای هنری، کتابها و طرحهای دیجیتال من بیشتر بدانید. فشار دادن دکمه های سابسکرایب و زنگوله را فراموش نکنید.